بار پنجم درهای بزرگترین مسجد تاجیکستان را باز کرده‌اند. در سال 2022 از همه بیشتر تاجیکان کوشش کردند شهروندی روسیه باشند. تاجیکستان کشوری افراطی دانسته شد. بزرگترین مسجد تاجیکستان که اساساً با سرمایه قطر ساخته شده و 10 سال باز منتظر اجازه حکومت است، احتمالاً تا نیم سال دیگر درهایش را باز کند. در این باره رئیس کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم سلیمان دولتزاده امروز 3 فوریه در نشست مطبوعاتی نشست زیرتابعش خبر داد. به گفته او قرار است هیئت قطر در 3 ماهه دوم امسال به تاجیکستان سفر کند و احتمالاً ضمن سفر این گروه مسجد افتتاح می شود. در همین حال در 10 سالی که از زمان بنیاد مسجد گذشت، حداقل 4 بار مقامات سنه افتتاح آن را اعلام کرده بودند، اما با بهانه‌های آن را عقب پرتافتند. رئیس کمیته دین گفت مسجد باید با حضور نمایندگان دو کشور باز شود، چون از روی لایحه دو جانبه بنیاد شده است. تصمیم ساختن آن زمان کلانترین مسجد در آسیای میانه سال 2009، زمانی که در تاجیکستان 1310 سالگی امام اعظم جشن گرفته شد و قرار بود آن سال 2012 افتتاح گردد. هر سال در نشست مطبوعاتی از کمیته دین درباره این مسجد سوال می کنند و این کمیته یا سنه افتتاح آن را اعلان می کند و یا بهانه به افتتاح نشدن آن می آورد. سال گذشته دولتزاده گفته بود مسجد از تفتیش کمیسیون دولتی گذشته برای استفاده آماده است. بزرگترین مسجد تاجیکستان در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده، از 4 مناره بلندیشان 65 متری، گنبد 47 متری، تالار بزرگ، تالارهای خردی نمازگزاری، کتابخانه و اتاقهای زیاد برای جلسه ها عبارت است. بنیاد این مسجد بزرگ در حالی است که شروع از سال 2011 مقامات تاجیکستان حداقل 2000 مسجد را غیر قانونی اعلان کرده، درهای آنها را بستند و یا به بنگاه طبی، درسخانه و حتی تالار ورزش و کینوتئاتر تبدیل داده‌اند. قسمتی از مساجد کاملا تخریب گردیده‌اند. روسیه در سال گذشته به بیش از 173,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه، به 121,000 نفر اجازه اقامت دائمی VNG و به 48,000 کس اجازه اقامت موقتی RVP داده است. این شماره به زیاده از 3% اهالی تاجیکستان برابر است. این آمار از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه در آخر ماه ژانویه نشر شد. هرچند بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین میل خارجیان به گرفتن شهروندی روسیه کاهش یافته است، ساکنان تاجیکستان برعکس در مقایسه با سال 2021 70,000 نفر بیشتر شناسنامه روسیه گرفته‌اند. هرچند بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین میل خارجیان به گرفتن شهروندی روسیه کاهش یافته است، ساکنان تاجیکستان برعکس در مقایسه با سال 2021 70,000 نفر بیشتر شناسنامه روسی گرفته‌اند. بر اساس آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در 3 ماه اخیر سال گذشته به حساب میانه هر روز 600 نفر تاجیکستانی شهروند روسیه شده است. این در حالی است که طلبکاران شناسنامه روسی در سال 2022 691,000 نفر بوده، در مقایسه با سال پیش از آن 44,000 مورد کمتر است. در دریافت شهروندی، تاجیکان پس از اوکراینی ها در جای دوم می ایستند. سال گذشته 297,000 شهروند اوکراین صاحب شناسنامه روسیه شده اند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان به سبب نبودن جای کار و معاش مناسب در کشور بر روسیه می روند. تاکنون چند از شهروندان تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را داشتند در جنگ اوکراین کشته شدند. برخی دیگر بعد از اعلان بسیج نیروی علاوگی به ارتش به کشور برگشتند. تاجیکستان در رده دموکراسی ایندکس 2022 در بین 167 کشور دنیا در جای 156 قرار گرفت. این نشان دهنده نسبت به سال 2021 یک زینه بالا است. تاجیکستان در سال 2021 در جای 157 بود. میان کشورهای آسیای مرکزی قرقیزستان در جای 116، قزاقستان 127، ازبکستان 149، ترکمنستان در جای 161 قرار دارد.
در آخر سال 2022 ازبکستان در شاخص دموکراسی یک زینه بالا رفت و در جای 149 قرار گرفت. ارزیابی دموکراسی در کشور 2/112 بال بوده، سال سوم است که تغییر نیافته است. در ریتینگ منطقوی اروپای شرقی کشورهای بلاروس، تاجیکستان و ترکمنستان در آخرین رده قرار دارند. گفته می شود در منطقه تا حال یگان دموکراسی کامل وجود ندارد. از 28 کشور 16 تاش دموکراسی ناکامل، کشورهای شرقی عضو اتحاد اروپا و بالکان‌های غربی، 4 رژیم هیبریدی ارمنستان، بوسنیه، هرزگوینه، گرجستان و اوکراین می باشند و 8 رژیم اتوریتری آذربایجان، بلاروس، روسیه و تمام کشورهای آسیای مرکزی دانسته شده اند. دموکراتی ترین کشور دنیا در رده اول چند سال پی هم نروژ می باشد و پنجگانه بهترین اینچنین زلند نو، ایسلندی، شوئیسریا و فنلاندی شاملند. در رده از همه آخر کره شمالی، میانمار و افغانستان قرار دارند. گفته می شود در سال 2022 همگی 8% اهالی جهان در کشورهای دموکراتی کامل زندگی می کنند. در دولت‌های دموکراتی ناکامل 48 کشور 37.3% سیاره زندگی می کنند. کشورهایی که رژیم‌های هیبریدی دارند 36 دولت شاملند و 17.9% اهالی در آن زندگی می کنند. 59 کشور جهان رژیم اتوریتری داشتند که 36.9% اهالی جهان در آنها زندگی می کنند.